بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را و این سخنان ما را که عبارت است از سخنان پیامبر بزرگوارمان به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما هم از پاداشی نیک بهره مند شوید. موضوع امروزینه درباره شکایت دوزخ به سوی پروردگارش. آیا دوزخ شکایت میکند؟ بله. آیا دوزخ سخن میزند؟ بله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها. دوزخ آتش شکایت کرد به سوی پروردگارش. آیا دوزخ سخن میزند؟ شکایت میورزد به سوی پروردگارش؟ شکایت او از چی باشد؟ بله، شکایت میورزد. چون که بعضی اهل علم میفرمایند بله، جمادات چیزای بیجان هم به نسبت الله عز و جل سخن میزنند و پروردگار مناجات میکنند، سخن به الله میزنند. الله سخن آنها را میفهمد، آنها هم سخن میزنند. سخن زدنی بیجان ها، جمادات. در سوره فصلت میفرماید ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله میفرماید سپس اراده آفرینش آسمان کرد. یعنی الله زمین وقتی که آفرید، سپس اراده قصد چی کرد؟ قصد آفریدنی آسمان کرد و در حالی که دود و به شکلی ابر در فضای به انتها پراکنده بود آسمان پیش از آفرینشش. به آسمان و زمین فرمود، یعنی الله به آسمان و زمین فرمود که چی بخواهید و چی نخواهید پدید آید. خیلی الله میگه کن فیکون، یعنی که شکل گیرید. گفتند فرمان بردارانه پدید آمدیم. یعنی الله فرمان که داد اطاعت کردن، در حال اطاعت کردن گفتن پدید آمدیم و به همان صورت در آمده ایم که اراده فرموده ای. به همان صورتی که تو خواستیم و به همان صورت به فرموده ای تو در آمدیم. در اینجا آسمان زمین سخن میزنن. باز دلیل برای چی سخن زدن جمادات؟ چون که الله عز و جل میگه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم. سوره نور 24 آیت. روز قیامت وقتی که انسان انکار میکند شهادت، یعنی که شهادت نمیدهد، شهادت همه را انکار میکند، الله در دهانش مهر میزند، دهانم میپوشاند. کی شهادت میدهد بر ضد او؟ زبانهای آنها گواهی میدهند، زبان خودش و ایدیهم و دستانش و پایهایش بر ضد خود، بر ضد او، بر ضد همون انسانی که انکار میکند گواهی میدهند. باز الله عز و جل سوره اسراء 44 میفرماید که و ام من شیء الا یسبح بحمده، بلکه هیچ معبودی نیست مگر اینکه به زبان حالش یا به زبان مقالش حمد و ثنای وی میگوید. ای حمد و ستایش برای الله میگوید. برای همین هر یک چیزی که هست در دنیا وی ستایش میگوید، الله سخن میزند. دلیل از همین حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چه که میگوید یخرج عنق من النار له عینان تبصران و اذنان تسمعان. پیغمبر بزرگوار میفرماید که از دوزخ چی میبراید؟ از دوزخ میبراید گردن، یعنی که مثل گردن، که همون گردن دوزخ دو چشم دارد، به همون چشمو میبیند، دو گوش دارد، به همون گوشو میشنود، و زبان دارد، سخن میزند. یقول میگوید انی وکلت بثلاث، مرا الله عز و جل به 3 نفر عهده‌دار کرده است که همونها را بگیرم. از دوزخ گردن میبرد و میگیرد همون انسانا را که به 3 نفر عهده‌دار شده است که همونها را میگیرد به دوزخ میبرد. یکی میان کیست؟ به کل جبار عنید، به هر یک انسان جبار، انسان یک رو، انسان متکبری که در دنیا بود، فقط خود را میشناخت، به همون میگه عهده‌دار شدم، موکل شدم. و کل من دعا مع الله آخر، و هر یک کسی که به الله شریک ورزید، به الله دیگه کسی شریکی آورد، به غیر الله دعا کرد، به غیر الله نظر کرد، از غیر الله خواست. و بالمصورین، به آنانی که صورت میگیرند، صورت میکشند، بت میسازند، به همون 3 نفر من موکل شدم، عهده‌دار شدم که امنها را بگیرم به دوزخ برم. حدیث در چی است؟ در مسند امام احمد و به شرط چی است؟ شرط امام بخاری مسلم است، یعنی صحیح است. گفتیم که چی گفت؟ اشتکت النار الی ربها، شکایت کرد آتش دوزخ
به پیش پروردگارش. فقالت، شکایتش چی بود؟ شکایتی دوزخ چی بود؟ گفت ربی اکل بعضی بعضا. گفت در دوزخیان یکی آنها دیگرش را میخورد، یکی دیگرش را میخورد، یعنی همدیگر را میخورند از گرمی و از سختی عذاب، از خنکی سخت. پس وقتی که شکایت کرد همین سخن گفت، الله چی گفت؟ فاذن لها بنفسین، الله برای او رخصت داد که 2 نفس گیرد. ای دوزخ 2 نفس میگیرد برای بارش سبک کند. نفس فی شتاء، نفس در چی زمستان میگیرد و نفس در چی در تابستان میگیرد. در همین جا پس از او گفت نفس میگیرد. فهو اشد ما تجدون من الحر، پس میگوید که این همون تابستانی که شما گرمی سخت را دریافت میکنید، امین چی است؟ امین نفس دوزخ است که نفس میگیرد. وقتی که نفس که میگیرد گرمی زیاد به دنیا می آید و دنیا گرم می شود، گرمی سخت می شود. همین در حال چی است؟ نفس گیری که در تابستان نفس میگیرد دوزخ. و اشد ما تجدون من الزمهریر، و سختترین حالی که شما در زمستان خنکی رو دریافت میکنید، خنکی سخته، این نفس دویمش است که نفس میگیرد. برای همین برای چی نفس میگیرد؟ برای یعنی که دوزخ نفس که میگیرد چی را؟ همون گرمی درونی دوزخ به بیرون میبرد در تابستان و خنکی دوزخ به بیرون میبرد در چی؟ در حالی خنکی سخت در زمستان. پس وقتی که همین در زمستان و خنکی در تابستان گرمی رو دریافت میکنید، اینا از چی هستند؟ از فیح جهنم. از چی است؟ از همون نفسی که میگیرد، نفسی که میبرارد از خنکی و گرمی در زمستان تابستان دریافت میکنید. این از چی است؟ از نفس دوزخ است. برای همین از الله بترسید که دوزخ خیلی سخت است، خیلی عذاب شکنجه سخت دارد. از دوزخ بترسید. ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشق تمره. از دوزخ بترسید حتی به یک نیم پاره خرما. ای برای جان خلاص کردن صدقه دهید، حتی که یک پاره چی باشد؟ پاره از خرما، یعنی نیم خرما باشد. ولو بشق تمره، صدقه کنید که الله شما را از دوزخ نجات دهد. در همین حدیث بعضی عالمان چی کردن؟ اختلاف کردن، در نفس اختلاف کردن. آیا نفس جهنم، نفسی که میکشد جهنم، آیا این حقیقت دارد یا که مجازی است؟ بیشتر اهل علم میگوید نه، این حقیقت دارد. چخیلی که حافظ ابن حجر میگوید از زبان قرطبی قال، وقتی که پیامبر بزرگوار یک امری را برای ما خبر میدهد که او امر جایز است، پس ما احتیاج نداریم که تأویل کنیم، با دیگه معنا تبدیل دهیم سخن پیغمبر. فحمله على حقیقته اولا، پس حملش به حقیقتش این اولاتر است. و امام نووی میگوید که ثم قال حمله على حقیقته والصواب، حملی به پهلوی حقیقت همین تفسیر کردن، یعنی به حقیقتش همین، به حقیقت حال حقیقتش همین دانستن، این همون درستش است. برای همین چه خیلی که گفتن که حقیقت دارد، حتی شکایتی که آتش میکند به پروردگارش، این به زبانی همون چی است؟ به زبانی مقال است. میگوید که یعنی که دوزخ سخن میزند، این حقیقت دارد. و دوزخ نفس میکشد، این حقیقت دارد. و این به طور مجازیش ما چین تبدیل دادن نمیتونیم، یا که به پهلوی مجازیش ما اینا تعویل کردن نمیتونیم. ما اینا حقیقت اینا اثبات می‌نمو، حقیقتش ثواب است. درست است چخلی که امام نووی و امام قرطبی و امام ابن حجر میگویند. پس در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که زمهریر این چی است؟ چخلی که حافظ ابن حجر میگوید مراد به زمهریر میگه خنکی سخت. و بعض مردم چی گفت که چخه در دوزخ آتش است و نامش آتش است و در خنکی است، خنکی سخت است که همه چیز جخ میکند. حافظ ابن حجر گفت که اون اشکالی ندارد، برای که مقصد از آتش این چی است؟ محلش، همون جایش. و در همون دوزخ طبقه هست که طبقه چی؟ در اونجا خنکی سخت است. گفتیم که دوزخ طبقه چی دارد؟ درکه ها دارد و در همون درکه هاش خنکی هم هست، خنکی سختی که عذاب نمودهاش می شود. برای همین حافظ ابن حجر میگه که اون اشکالی ندارد و خنکی سختم در دوزخ پیدا می شود. کتاب فتح الباری. خاصه برای همین از دوزخ بترسید و عمل نیک برپا نمایید که روز قیامت از دوزخ خود را نجات دهیم. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. در این ماه بزرگ، در این ماه پربرکت، در این ماه فیض و خیرات عبادت کنید، الله بپرستید. 10 روز آخرش نزدیک آمد که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خواب نمی رفت و همیشه به نماز می گذاشت. نماز گذارید، کار دنیا را ترک کنید که کار دنیاگان فایده‌ای به شما برای روز قیامت نمی بخشد. توشه‌ای که شما برای خود برای روز قیامت میگیرید، این توشه چی است؟ از عمل است، عملی نیک است، عملی مقبول است. پس بیایید کوشش تلاش کنیم به عملی نیک، به قرآن خواندن، به ذکر، به نماز گذاری و از کارهای بد دوری جوییم. و السلام علیکم و رحمت الله.